سلام بچه، چطورین؟ خیلی به این ویدیو خوش اومدین. من دارکینو گیمینگ هستم و امروز اومدم آموزش 0 تا سطح ساخت دک توی کلش رویال بهتون یاد بدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب بچه ها، قدم اولی که بازی خودتو بشناسی. مثلا بهتون میگم که این ترکیب شما بردارید، میگه توی بازی تستش کنید که ببینین آیا شما حمله میکنین. این ترکیب برای حمله است. کسایی که خیلی زیاد حمله میکنن و اتک میزنن توی کلش رویال بیشتر کارشون حمله است، این دک به دردشون میخوره. ولی خب به این آموزش کلیشو بهتون بدم. کسایی که دفاعی یا وسط بازی میکنن مثل خودم که بچه اصلا این کسایی هستن مثل خودم که لاشخورن و از حمله خود حریف یه حمله میسازن که حمله اونا اول دفاع میکنن اینجوری که دارین توی تصویر میبینین و با همون حمله خودش و با کارتای باقی مونده یه حمله میزنن. طرف اکسی نداره و قیافه طرف اینجوری میشه که این داشت دفاع میکرد، چرا اینجوری شد؟ و شما مثل خرگوش بیازار میشین که میرین دقیقاً پارش میکنین. که این استایل بازی معمولا خیلی زیاد تو کلش رویال هست و یکی طرفدار با قرصش هم خود من هستم. حالا که بچه‌ها سبک بازی خودتون شناختین، بریم بهتون بگم که تو دکتون چیا بذارین. اول پس شما باید یه کارت سرگرم کننده بزنید. بهتون این 4 تا کارت هستن که میتونن یا کارتایی هستن که یا یه دونه فضا میگیرن یا 2 تا فضا میگیرن که میتونن هم کارتای دشمن رو سرگرم کنن که به تاورتون دمیج نزنه، هم که یه کارایی تو حمله داشته باشن و خیلی کارتای به درد بخوری هستن مثل اسکلت ریدم اسکلت و مثلا اون آتیشه، مثلا آیسی، چه میدونم بهتون بگم، آیس گالم، اون یارو که شفا پخش میزنه هم جون میده و خیلی از اینا توی بازی وجود دارن که حتما توی دیگه‌تون یکی از اینا وجود داشته باشه که الان دارید میبینید تو حتی تو حمله همه جا اینا کمک میکنن. خب بس اینم تا اینجای دکمون که چیده بودیم. میریم حالا سراغ اسپل. بچه حتما تو ترکیبتون باید یک اسپل وجود داشته باشه که بتونه هم توی دفاع کمکتون کنه هم توی حمله. که الان بهتون مثالاشو نشون میدم. فایبار، تنده یا همون تندرا، هر چی فرق نداره، و زب که الان بچا داریم میبینیم. مثلا ما با الوار میتونیم مثلا گابلین برل رو بزنیم نابود کنیم و میتونیم همچنین اگه یه چیز جلو بود مثلا توی این موقعیت ما میتونیم هم اسکلتا رو نابود کنیم هم به یه تابر دمج وارد کنیم، یا مثلا با لایتینگ شما میتونید هم تابر رو بزنید بچا و هم بتونید مثلا یه دمجی اون نیروهایی که بغلش وجود داره مثلا مگا نایت وارد کنیم. و بچه‌ها میریم سراغ نکته بعدی که توی تکیتون وجود داشته باشه. یه کارتی که مستقیم بره سراغ تابر مثل هوگ رایدر یا ماینر یا بتل رم که الان بهتون دارم نشون میدم. هوگ رایدر یا همین یارو یادم رفت اسمش، رم رایدر بود فکر کنم، حمله میکنم به تاور، یا همون بتل رم که هم اِوولوشنش یا هم عادیش هم کلا میره به سمت تاور حمله میکنه. این یکی از این کارت ها حتما باید تو ترکیبتون باشه. حالا بالون و اینا هم هستن، من خواستم مثال بزنم براتون. و بچه شما باید یه ساختمون توی ترکیبتون داشته باشین، مثلا بهتون میگم کنون یا مثلا قفسه گابلین یا مثلا اینفرنو تابر و اینا، که اصلا اگه یه وقت مینی پکای بتر رمی چیزی که همون چیزی که بهت گفتم مستقیم سمت تابر حمله میکنن اونا رو بتونید دفاع کنی. به طور مثال بهتون میگم مثلا اینجا بتر رم ما با این کنون دفاع میکنیم که خیلی اصلا اگه بتر رم میزد به تابر ممکن بود که طرف یه حمله دیگه بزنه و با گابلین بره کاملا میتونه نابودمون کنه. پس حتما حواستون باشه که یکی مثلا یک ساختمون دفاعی تو ترکیبتون باشه که حالا بستگی داره که شما چی می‌خواید بازی کنین و به سمت که بازیتون ربط داره که همون اول بهتون گفتم. و تا اینجا ترکیب ما فعلا اینجوری شد که بهتون گفتم. بچه‌ها از که تا اینجا ویدیو فعلا با هم همراه بودیم، این سراغ فاز بعدی که بچه‌ها این فاز فقط نیروهای حمله هستن. حمله کنید! که توی این فاز ما مثلا کارتایی داریم که الان اولین کارتایی که به حمله کمک می‌کنن مثل اینا که استفادهشون کنیم. خب بچه‌ها قبلش بگم که چند تا نکته بهتون بگم که حتما رعایت کنید. حتما حواستون باشه که بچه‌ها اکسید ترکیبی که میچین یا دکی که میچین حتما باید زیر 3 و 2 باشه، چون که حتما باید یه ذره اکسید داشته باشیم برای حمله کردن. نایس. بدون تعمیم میبرم، درست نمی کردم بازم میبرم، خیلی قویم. خب بچه هیچ وقت نگین که ما بدون تمرین میبرین. حتما دکی که میچینین رو برین حتی 5 بار تمرینش کنین بعد دربارش نظر بدین. خب بچه بریم سراغ نکته بعدی، کمک حمله ها مثل چی هستند؟ مثل بریج، مینی پکا. بهتون بگم که دیگه گابلین بره کسی کمک حمله ها چیزایی هستن که تو حمله کمک میکنن و تابر حمله میکنن. این چیزایی که گفتم کمک حمله ها بودن بچه. و همین سراغ نکته بعدی که حتما شما کارت اصلی داشته باشین. کارت اصلی مثل پکا و کارتای سنگین هستش که الان بهتون نشون دادم.
قبل اینکه بریم سراغ این نکته بچه من میشه اگه تا اینجا ویدیو با حال کردی یه فالو بزنید، دمت گرم. خب بچه کمک حمله چیز سربازای اصلی تو حمله مثل رویال جاینت میمونن و مثل کارتایی که بالای 5 اکسیر دارن که کارتای اونا حکم اصلی حمله ما رو دارن که دمیجای بالایی به تابر وارد میکنن و یه جور چیز اصلی تکیه ما روی اون میچرخه که حواستون باشه بچه اون چیزی که میذاری این اکسیرش حتی کم باشه و با ترکیبتون جور در بیاد. مثلا نه که پکا و مگانای تو با هم بچینید، اینجوری کار اشتباهی کردین که کلا باعث میشه که ترکیبتون رو فنا بده. کمک و اینا خیلی ممکنه که با کمک حملاتون باید جور در بیان. مثلا بیریج با جلاد درست در میاد که مثلا اسکلت اذیتش نمیکنه، جلاد اون رو کاور میکنه. مثلا مگانایت با اسکلت هیرو اسکلت مثلا کنار میاد. بچه‌ها همین سراغ بعدی کمک ترکیب ها مثل اینا هستن که الان بدون این بغل نشون دادم. کمک ترکیب ها چیکار میکنن؟ مثلا اگه شما ترکیبتون گفتن هم اول استایل بازیتون شناختین، شما مثلا ترکیبا که اگه حمله میکنین بعد از این اسمشون رو یاد نرفت اینه که به تاور حمله کنن با بمب دیوار شکن استفاده کنین. مثلا اگه دفاع میکنین شما یا مثلا اسپلتون بده میتونید از اون یارو برابر استفاده کنین. اگه مثلا نیروی ندارین اون حواس پرت کن اون استفاده کنین. و در هر صورت اصلا یک آینه باید تو ترکیبتون وجود داشته باشه که این ترکیب پروپری بودنه. همه از این چیزی استفاده میکنن و 8 کارت شما تکمیل شده الان. و این نکته بعدی بچه حواستون باشه که وقتی که ترکیبتون ساختین بالا پایینش رو انجام بدین. و الان بریم سراغ یکی از گیم پلی که بهتون با ترکیب کردن ساختم نشون بدم. خب بچه‌ها بریم که یک گیم پلی کاملا نفسگیر داشته باشیم که خودم باشه این گیم پلی با همین ترکیب ساختم رفتم همونجوری که بهتون گفتم و خیلی نفسگیر بود و واقعا ببینید میفهمید که ترکیب دکی که خودتون میسازین از متا دکی که از روی یوتیوب یا هر جا گوگل برمی‌دارین خیلی بهتر هستش. اینجا با همون کمک حمله یه حمله ساختم بچه‌ها و چیزی که به تابر حمله میکنه از اون ور اون ساختمونه بتل رم اونجا دفاع کرد برام من و خیلی مثلا کمکم کرد. اینجا اصلا بهتون دارم میگم بچه‌ها اسپرو من اینجا زب برداشتم، اینجا فایبا بود یه سری کارا درست کردم از این برای که بیریج با کمک میکنه. اسکلت بچه‌ها اینجا دارن اذیت میکنن ولی زیاد مهم نیست، تابرمون رو نمیتونن بگیرن فقط دمیج وارد میکنن. اونجا یه من به جفت تابراش حمله کردم. بچه‌ها میخوام یه ویدیو نکته‌های حمله و اینا رو تو کلاش رو بذارم، اگه میخواین تو کامنت بهم بگین. الان بچه‌ها ما با بیریج یه دفاع میزنیم که دقیقاً اصلا با این دفاعی که کردیم بعدش یه حمله را بندازم. مثلا الان بهتون بگم با بیریج از این طرف دفاع کردم، میخواستم که بیام مثلا با ماینر اینا به حمله کنم، دیدم که طرف بتر رم زد. برای همین واسه ساختمون خیلی به دردم خورد اون ساختمون گابلین. و از این ور بچه‌ها ما یه زب داریم، اون وقت طرف تابر داره، من می‌خواستم تابرشو با ماینر بزنم و تمام. الان تاورش کلا یا نابود شد، دیگه کار خاصی نمی‌کنی. طرف داره با اسکلت حمله می‌کنه، باید حمله اسکلتشو کنترل کنیم و نزنیم بیاد تو دهنمون و سرویسمون کنه. با زب اسکلتشو زدم ولی خب آخرش گابلین دارک گابلین فرستاد و نتونستم کاری کنم. باز تابر رو ازم گرفت ولی مهم نیست، پس چه ترکیبمون قوی‌تر از این حرفاست. چون که ما چیز کمتر اکسیر کمتری می‌خوایم 2.6 برای من تقریبا الان دیگه چیز خاصی نمی‌خواد. با اسکلت میام اینجا یه حمله میکنیم چون که اینا خوکن به اسکلتمون دمیج وارد نمیکنن، یه اِوولوشن اسکلت میزنیم و خیلی کمکمون میکنه. الان اسکلت‌ها زیاد شدن، این بربرم حتی بتل رمن دفاع کردم برام. الان وقتی چیه؟ وقتی یه حمله است، وقتی که طرف اکسیراشو هدر داده بچه‌ها شما باید حمله کنی. الان ما با ماینر تمام چیزایی که داریم حمله میکنیم، اسکلت‌های اونم که جلاد میزنه برامون. اومدم مثلا تابرش رو بگیرم خیلی راحت، متاسفانه دارک گابلین فرستاد و الان اون میخواد تابر منو بگیره. با زپ اومدم بزنم نشد، اومدم ساختمونم دیر انداختم و در اصل تابر منو گرفت. اما مهم نیست بچه، اون داره اکسیر فقط هدر میکنه، با اینکه اکسترا 2 برابر شده اون داره باز هدر میکنه. ما ماینر تابر دومش هم میگیریم، خوکش رو دفاع میکنیم و میریم حمله میکنیم. الان بچه تابر دومش رو نشد بگیریم. واقعا شانس من رو با 5 تا اسپی موند. اما بازم بچه‌ها ترکیب خودمون ساختیم چون باش تمرین کردم، من یه روز سر این ترکیب تمرین کردم باش کار بلدم دیگه. تقریبا شما هم این کارو بکنین خیلی ترکیبتون قوی تر میشه. الان ما خیلی سریع حمله میکنیم بهش، کارت که داریم خیلی قویه دیگه. اونجا بتل رم زد، دوباره ما دفاع کردیم. نگاه بتل رماش اگه الان به تابر من میخورد من مرده بودم. برای همین بهتون میگم که بچه‌ها حتما یه ساختمون داشته باشین. اگه الان اینجا کنون هم بود باز به درد میخورد، ولی بچه‌ها این بتل رم معمولا بچه‌ها گابلین توی زندانو میندازن، اسمش یادم رفت، اون خیلی قویه. من خودم از اون استفاده میکنم همیشه تو ترکیبام، پیشنهاد میکنم شما استفاده کنی. اینجا میخواستم با اسکلت اِوولوشن حمله کنم از اون طرف و بالا حواسش نبود حمله کردم، تمام.
الان یعنی بچه تمام نیروهایی که داریم و الان طرف ایکسی هدر کرد، ما نیروهامو فرستادیم و نتونست کاری بکنه و با همین راحتی بچه بازی رو بردیم. بر همین میگن که بچه دکی که خودتون برمی‌دارین، متادکی که میرین توی یوتیوب یا گوگل برمی‌دارین خیلی قوی تر هستش و حتما با اون ترکیبی که خودتون دارین آشناییت دارین و باش بازی کردین، تقریبا باش کار بلد شدین. بچه مرسی که تا اینجا ویدیو با هم همراه بودین. نظر انتقادی داشتین تو کامنت بگین و تا ویدیو بعد فعلا بای.